سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. گاناسانسیز هستم. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. ویدیو جدید چیه؟ ویدیو جدید اینه که قرار اکانتمون رو نشون بدیم و رونمایی کنیم. اکانت خودمون رو با اینکه چیز خاصی نداره، ولی طبق استوری که تو پیج اینستام گذاشته بودیم دیدیم استقبال شد و گفتیم بذاریم. شاید بعضی از بچه‌ها بخوام بدونن چی داریم چی نداریم، با اینکه چیز خاصی نداریم. چنل رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید تا انرژی بگیرم. چنل تلگرام میاد، اگه خواستید برید عضو شید. اخبار گیم رو میذاریم، بعد از کاستوما، شاید کاستوم فانا یا هر چی، کاستوم اجازه داد احتمال داره شروع کنیم و تو اون قسمت، یعنی اون چنل تلگرام، اعلام کنیم و کد کاستوم و رمزینا، خلاص این دو چیزا رو بدیم. پیج اینستامون هم میاد، برید فالو کنید اگه دوست داشتید. بعضی از اتفاقا هستش احتمالاً استوری یا پست کنیم تو اون قسمت ها، شاید چنل تلگرام وقت نکنیم بریم تو پیج اینستا بذاریم. خب بدون هیچ معطلی بریم ویدیو رو شروع کنیم. در ضمن خیلی شرمنده که ویدیو خیلی طول کشید. طبق معلوم که گفته بودم تو پیج اینستا یه بیماری پیش اومد و نتونستیم ویدیو رو بگیم چون صدا میگرفت. الانم نمیدونم صدام خوب بیفته یا نه. بعد بریم سراغ ویدیو دیگه، زیاد حرف زدم. از چی شروع کنیم؟ گان، ست یا چی بزنیم؟ از گانا بریم. گانا لحظه لود بشه. خب تو گانا از این قسمت ببینیم 11 تا گانه لولی داریم که M4، AK، اسکار، XM8 و UMP و MP5 و MP40 و P90 و M10 و شاتگان دولول و کاتانا. اینا گانای لولی بنده هستش. 63 تا از این گانای طلایی داریم و در ضمن به حضورتون که شامل، حالا من میکشم پایین شما ببینید دیگه چیا هست چیا نیست. بعد خب این از این. اگه خواست مثلا چیزای خوبش همشون همینن دیگه، چیزی خاصی نداریم که. بریم حالا سمت گانای اپیک. 95 تا اپیک داریم که شامل این چیزایی که میبینید هستش. حالا من میکشم پایین بیشترش هم ببینید. اگه چیز شاخی دیدید حتما تو کامنت ها بگید تا منم بدونم، چون بعضی چیزا رو نمیشه گفت، منم نمیدونم. آدم حافظش زیاد نمیکشه بخواد حفظ کنه. گانه ریر یا همون آبی که 169 تاست که حالا یکی که نه، ولی من میکشم پایین شما ببینید. و در ضمن به حضورتون که آره دیگه همین دیگه، چیزی دیگه نداریم. 11 تا هم از این سبزا داریم که ایناست. خب این از گانامون. بریم سراغ ست زیاد جالبی ندارم. اول آخر 139 تا ست کامل دارم. 4 تا از این یکی ست تا دارم، حالا نمیدونم بهش چی میگن در واقع، میدونستم ولی الان یادم رفته، ذهنم زیاد یاری نمیکنه. 179 تا از این کلاها دارم. بعد 139 تا از این ماسکا دارم. 35 تا هم گیریم. 307 تا بالاتنه که حالا یکی میکشم پایین ببینید. احساس کنم خیلی سریع دارم میکشم، نمیدونم، ولی خدا کنه که سریع نکشیده باشم، شما بتونید ببینید. بعد همینو دیگه، چیز خوب دارم، چیز خاصی نداره اکانت. بس 219 تا شلوار داریم که شلوارامون اینا هستن. خب 204 تا هم چیز داریم، کفشامونم اینا. اینم از این. حالا بریم سراغ دنس هم زیاد چیز جالبی نداریم، مثلا دنس الیتینو اینا نداریم. کلا 63 تا دنس داریم که دنس ها رو حالا نشون میدیم بهتون. من اینو چیز کرده بودم، چجوری پارسا چجوری درخواست داد نمیدونم. یه لحظه من دنس ها نشون بدم، بعد برم یه لحظه چیزا چک کنم. کجا بودیم؟ سراغ دنس ها بودیم. خب بریم دنس ورود. کلا 2 تا داریم، 2 تا هم تبدیل شونده داریم. این حالا نمیدونم بهشون چی میگن، اصلا نگرفتم این نوع دنس رو. بعد اینجا هم چیز خاصی نیست. بک هم کلا 60 تا بک داریم که این بک های منه. 38 تا چت داریم.
بعد 70 تا لوت باکس داریم، 5 تا از اینا که جتوک بهش میگفتن فکر کنم، نه اسکایوینگ آره اسکایوینگ بود اسمشون که 5 تاست. بعد 55 تا هم اسکیت داریم و 14 تا هم موسیقی، همینا. بعد این قسمت فکر کنم آره دیگه ماشین هم که 11 تا لامبورگینی داریم، 18 تا موتور داریم که 2 تا از این موتورمون پاور داره، میگم 15 تا 5 تا از این ماشینا چهارچرخ بزرگ داریم، 9 تا از این کامیونا داریم، 10 تا جیپ داریم، 5 تا از این ماشینا که تو آب میتونه بره، حالا اسمشو قشنگ نمیدونم، از اینا داریم. 5 تا از این موتورهای سه چرخ داریم. پروفایل هم که بخوایم ببینیم 214 تا پروفایل نه 214 تا برای آواتار، 223 تا برای این بنر، آره بنره. 2 تا هم از اینا داریم. چی میگم بهش؟ مثلا AC مثلا اینجا چی میگم بهش؟ اسم اصلیش چیه؟ نمیدونم اینا اسمشون چیه. بچه اسم اصلی اینا بتل کارته که من ندیدم، حالا خواستم بگم شما هم بدونید چون بعضی از آدما مثل من نمیدونستن. این بغلاشون نوشتن دقت کنید بتل کارت. یعنی خلاصه این از این. بعد کتابم اگه بخوایم بدونین 3 تا کتاب داریم که کتاب رایگان و کتاب رمپیج و کتاب این حالا اسمشو نمیدونم توش اسنایپ هست، که کتاب رایگانی که کل نونجمعین واسه بچه‌ای که قدیم بودن اگه این کتاب داشته باشن 100% مکسه. کتاب رمپیج تا لول 5 که اینا هستش داخلش که 64 تا هم توکن داریم براش. بعد کتاب این که اسمشو نمیدونم تا لول 4 که اینا داخلش بس تا لول 4 که گرفتم. بعد دیگه اینا رو نگرفتیم که اینا رو حالا بعدا میگیریم، کار سختی نیست. و یه دونم کتاب تازه اومده و هنوز وارد گیم نشده، ولی من 3 تا از آیتماشو دارم به خاطر اون ست که تبدیل شونده شبیه بتمنه، به خاطر گردونش اینا رو من توسم بگیرم. کتابش هم بیا 100% میگیرم چون حیفه، چیزای خوبی هم داره با اینکه این فاماس داره گانش و من فاماس اصلا نمیزنم، ولی خب دستش هم خوبه، بدک نیست. این جتبکش هم جتبک نبوده و این سویت من هی قاطی میکنم. این وینسویتش هم واقعا زیباست. بعد دیگه چیامون نشون ندادم، همینا دیگه. اکان میگم چیز خاصی نداره، بالاخره همین چیزای عادیه. 3 تا نشون دادم، گانو نشون دادم، کتابو نشون دادم، پرایم هم که 6. بعد ارزم به حضورتون دیگه چیو نشون ندادیم. یه فکرم چیز خاصی نباید نشون بدیم. ببینیم حالا اگه بخواید پروفایل هم ببینید. چند عدد روندی پروفایل من میگم پروفایل من لایکای من 16222 تا، چقدر عدد روند و زیبا. بعد آیدیم که گان اساسینزمون هیچی، یو آیدی 41 70 777 022. بعد اینا دیگه این طرف هم هیچی نذاشیم. بعد چیز خاصی هم دیگه نداریم دیگه، همینا بود کن. بعد دیگه همین دیگه تمام شده رفت. منتظر ویدیو بعد باشید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. بعد دیگه عرض حضورتون همینا دیگه. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.